همیشه گفتن که ایران قبل از اسلام مهد علم و تمدن بوده، اما واقعا همه باسواد بودن؟ در کتاب ایران در زمان ساسانیان کریستیانسن شرق شناس دانمارکی می نویسد بلا شک قسمت اعظم کشاورزان بی سواد بودند. همه مردم از ادب و سواد بضاعتی نداشتند. تعلیم فقط در اختیار شاهزادگان و موبدان بود. یعنی سواد حق مردم نبود، سواد امتیاز اشراف بود. پس قبل از این که از کتابخانه های سوخته ایران سخن بگوییم باید بپرسیم اصلا چه کسی اجازه خواندن داشت؟ ادامه در قسمت اول مستند افسانه کتابسوزی ایران.